افعال خالق چی کنیم؟ بشناسیم. افعال خالق تقریبا در قرآن عظیم الشان اینجا باز لیستش هست، ما با شما باز میخوانیم که چی افعال است. سعی کنین. افعال خالق است خلق کردن. شناختیم که خلق کردن افعال کی است؟ خب این حال وقتی که فهمیدیم خلق کردن افعال خالق است، دلیلتان چی است؟ هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. در قرآن عظیم چی میگه که الله ذات است که خلق کرده در زمین تمامی چیزها را. پس تمامی مخلوقات الله خلق کرده. دیگرها دیگه تصرف نداشتن، نه پیغمبر نه ملائکه، یکی خلق کرده نمیده. دوم تصرف کردن که عقیده داشته باشیم که مالک متصرف در زمین و آسمان الله سبحانه و تعالی است. به اساس کدام آیت میگی گپم؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. آسمان زمین کی در تصرفش است که ای از بین نره، خراب نشه؟ الله. ولئن زالتا ان امسکهما من احد، اگر زمین و آسمان از بین بره هیچ کس نمیتونه که ایره حفظ بکنه. پس انه کان حلیما غفورا. سوم فعلی که از افعال خالق میشناسیم که الله حفظ کننده هست. این هم از آیت شریف که ان الله یمسک السماوات والارض، او است که حفظ میکنه. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. آیت دیگه قرآن میگه که از عقلتان کار بگیرید. اگر العیاذ بالله بغیر از الله خدایای دیگه وجود میداشت، این زمین و آسمان به این شکل نرمال پیش نمیرفت. یکیش میگفت فلانی نفر زن باشه، او دیگه خدا میگفت که نه مرد باشه. دم یک دقیقه تو زن بودی، یک دقیقه بعدش مرد بودی. او میگفت روز باشه، او میگفت شب باشه. پس وقتی که خدایان زیاد میشد، اوامر هم زیاد میشد. یکیش میگفت که اینی مسجد باشه، و دیگهش میگفت نه این خانه باشه. یکیش میگفت این نظم جهان از بین میره. آیت قرآن میگه لو کان فیهما آلهة الا الله، اگر در زمین و آسمان خدای بغیر از الله می بود که اینا را حفظ میکرد لفسدتا، زمین و آسمان فاسد میشدن. چرا که هر خالق در دیگه آیت چی میگه؟ وسع کرسیه السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما. بس حفظ کردن زمین و آسمان و کرسی و عرش و کلش به الله تعالی میگه. خب چهارمش امر کننده. امر کننده کی هست؟ الله هست. پس امر الله هست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خب انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها وله كل شيء و امرت ان اكون من المسلمین. امرت امر کرده شدم. امر از جانب الله هست. به این قسم مشرع یا قانونگذار الله هست. پس ای درست است، ای غلط است، ای خوب است، ای بد است، ای حلال است، ای حرام. ای کلش الله تعیین کرده. چرا؟ در قرآن عظیم الشان چی میگه؟ یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک. برای پیغمبر چی میگه؟ ای پیغمبر ما برات ازواج تو را حلال ساختیم. پس حلال کردن خانم های پیغمبر برای پیغمبر این از طرف الله هست. خود پیغمبر صلاحیت نداشت که برای خود چیز حرام را حلال بسازه یا حلال را حرام. الله یفتیکم فی الکلاله. فتوا خطرناک است. به خاطر چی؟ که میگه مفتی وقتی که گپ میزنه به نیابت از خداوند گپ میزنه. از این خاطر زود فتوا نتی که یک نفر بعد بگه در شهر کابل همیشه در بین موترا نماز خوانده میشه، یگانه که بگه آب بخوان. یا کسی میگه فلانی کار چطور است، میگه پروا نداره. تو جواب ندی. باشه والا من نمیفهمم این مسئله. باش
ما قرآن ببینیم و سنت ببینیم و مطابق از او فیصله بکنیم. پس از این خاطر کسایی که قانون غیر الله را تطبیق کردن، یا نصرانی ها چرا کافر شدن؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پس افعال خالقه که قانونگذاری هست و تشریع هست، این به مخلوق نسبت دادن. وقتی که اما احبارشان، عالمشان، این کسایی یک چیز رو برشان حلال حرام میکرد، نفسه هیچ گپ از یارا قبول